салом алайкум дӯстони азиз. Хуб, гузаштем ба дарси 10-ми курси HTML5. ин дарс мо мегзарем мусиқӣ, яъне ки добавид кардан ва дохил кардани мусиқӣ дар саҳифаи HTML. ин дар HTML кӯҳна набуд, яъне HTML4 набуд, HTML5 да пайдо шудагие ки дар HTML5 кор мекунад. хуб, ина мо ин хел дохил мекунем. аввал мо дар папкаи خدمات مقصد просто я موسیقی формате و فرمتش باید mp3 باشه. خب بعدا میگیریم در چی مینویسیم، یعنی اودیو مینویسیم، اودیو را محکم میکنیم، بعد مینویسیم کی مینویسیم. بعدا در این یکم اتریبوت ما راهی که صورت در کجا موسیقی ما در کجای امر میگیم موسیق فرمت موسیقی ما میگه mp3. در اینجا ما تایپ، این یک اتریبوتی من شما را نگفته بودم، این تایپ بسیار جاده استفاده میبریم. تایپ یعنی که نام بگیم، میگن که وای چیه، مثال بگه پلنگای، اگر آدم بگه وای مثال کیای، میگه وای پلنگای، مثال توری نمیگیره انسان نکو، انسان پلنگ نیست کو، یا که مثال انسان با گروه آدم ها داخل میشه، یعنی انسان ها داخل میشه و پلنگ بر گروه حیوان ها داخل میشه و مثال یک مورچه با گروه حشرات ها داخل میشه و یعنی که تایپ همین خیلی اتریبوتیه که یعنی جدا میکنه که این انسانای میگه در داخلش، این انسانای، این حیوانای، این پرنده، این درنده، مثلا خیلی. برای همین از ما میگیم که یعنی این اودیویه، تایپ میگیم که اودیو، یعنی اودیو. بعد این فرمتش هم میگیم، فرمتش میگیم که mp3، یعنی که ابیزت نباید موسیقی ما mp3 باشه. بعدا برای نشان دادن در چی باید ما یک تگ دیگر هم نرسونیم، کنترلز باید نرسونیم. این هم اتریبوت به اتریبوت می نویسیمش، به اتریبوت هم کار میکنه. خب من در براوزر اپرا این خیلی برای کنوکه را وقتی جقیدین میخونه، یعنی که اینجا بلند پاس میکنید و در براوزر خروم میبینید. من در براوزر خروم هم این خیلی برای، یعنی بینید که در براوزر خروم فقط ما آواز هم میتونید بکشیم کنیم، کنید پس بلندش کنه میتونید، یعنی که هر خروم فرق میکنه ورسیون خروم. اینجا مثال میخیل میبرای که پس بلندش میکنید. این اگر شما بخواین چیسته و اودیو کار کردن یکم سالانه بسازین که اودیو دقیق باشه، میتونید که در اینترنت یا که من در کامنتاری نویسین که اودیو را دلش چخیل کردن در کار، من اون طرفش میفهمم. خب حاضرش تا همین قدر کفایه که شما فهمین که همین خیل داخل کرده بشه. خب اینجا شما نامش نویسیم، این تگ هم ابیزاتی نیست، نو شما بنویسونش برای که یکم پروگرامیست دیگر بینه تگ نویسی شما را مقصد بفهمه که اینجا چی گپه. خب سخنین میکنیم، پرویر میکنیم. در دل غم و حسرت مرا من از کنار اینجا مجقم زوق ممرا میکشم خزانش باغ در دل اوکی اپرا ختمه داره در دل غم میکشم آواز مود من از کنار شکستم خزانش باغ و بهارم گرمه در دل غم و دیگر با هست مقصد چند سوی دیگرش من دیگه میتونم که همشه بخونه مقصد در چند براوزر رو چخیل نشون میتونم کنه که اینجا خرومابی چخیل نشون نیست بگه این خیل شون نو اینجا پیشتر این صورت نیفتگه برای همین اینجا این خیل شون نو خرومی ناوده دیگر خیل شون قدر کار بسیار ندارین. اگر می‌ذارم شما یکم سایت می‌کنید که موسیقی باشه، برای موسیقی باشه شما می‌تونید که درسش PHP استفاده برین یا جاواسکریپت، نو HTML همین قدر چیز باشه یعنی بسیار نداره. خب این درس زمان خب در